نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان و منبری است که برای بینندگان عزیز و گرامی اختصاص دادیم. دوستان عزیز می توانند تماس بگیرند و دلگفته های خودشون رو با ما و بینندگان عزیز در میان بگذارند. از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس می شود و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. من در اثنایی که دوستان داشتن آمادگی می گرفتن، کارگردان عزیزمون یک موضوعی رو گفتن که بیان بکنم، گوشزد بکنم برای شما عزیزان. متاسفانه خیلی از بینندگان ما انسان‌های شریف، انسان‌های مؤدب، دارای اخلاق اسلامی و انسانی هستند، اما متاسفانه هستند کسانی که میان و با کامنت‌های زشت، با فحش دادن، با توهین کردن سعی می‌کنن که عقده‌های خودشون رو خالی بکنن. من خدمت همه شما عزیزان یک مسئله ای رو در اینجا میخوام گوشزد بکنم. امیدوار هستم که دوستان عزیز این موضوع رو در نظر بگیرن و در زندگی خودشون، نه تنها در سوشال میدیا، در صفحات اجتماعی، در همه مراحل زندگی ما باید این موضوع رو در نظر بگیریم که الله سبحانه و تعالی همه اعمال ما رو، همه کردار ما رو، رفتار ما رو، گفتار ما رو مورد مراقبت قرار میده و ما در مقابل همه این اعضایی که الله سبحانه و تعالی به ما داده و باید در راه نیکی، در راه درست از او استفاده بکنیم، در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول هستیم. من اینجا یک آیه رو خدمت شما عزیزان دوستان اگر که بتونن نشون بدن، در سوره اسراء آیه 36 هست که الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید، خدمت شما عزیزان نشون بدم: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. میگه و از آنچه که به آن علم نداری پیروی نکن. بعضی از عزیزان ما از علمایشان، از آخوندهایشان در پای منبرها مطالبی رو میشنوند بدون دلیل، بدون مدرک و با تعصب از آن پیروی میکنن، برخلاف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این اشتباه است. الله متعال به ما عقل داده، شعور داده و از ما خواسته که از عقل و شعور و فکرمون استفاده بکنیم. در ادامه میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بدون شک گوش و چشم و دل یا قلب شما، هر یک از اینها بازخواست خواهند شد. الله سبحانه و تعالی از همه این
اعضایی که به ما داده بازخواست میکنه. با گوشمان چه شنیدیم، با چشممان چه دیدیم، با زبانمان چه گفتیم. همه اینا را الله سبحانه و تعالی در روز قیامت از ما بازخواست میکنه و میپرسه و مورد محاسبه قرار میده. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که هر حرفی، هر سخنی که ما میگوییم، و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، در سوره قاف میفرماید که هر حرفی رو که ما میزنیم، هر جمله‌ای که از زبان ما خارج میشود، یک ملکی، یک فرشته‌ای هست که این رو یادداشت میکنه، بر علیه ما ثبت میشه. روز قیامت مورد بازخواست قرار میگیریم. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب کرام فرمودن که این زبانشون رو نشون دادن، گفتن که این رو نگه دار، این رو نگه دار. صحابه پرسید یا رسول الله، یعنی این انقدر مهم هست این زبان رو نگه داشتن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند میدانی که چه چیز سبب میشه که انسانها رو با کله در جهنم بیاندازند؟ مگر این زبانشان، این آفتهایی که زبان انسان به بار میاره. به خاطر همین خیلی از گناههای نابخشودنی، خیلی از گناههای بزرگ از کبائر ذنوب محسوب میشه. سبب چی است؟ زبان. فحش دادن، توهین کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که مؤمن طعنه زن لعنت کننده نیست. المؤمن لیس بالطعان ولا لعان. مؤمن طعنه زن و لعنت کننده نیست. و کسانی که میان توهین میکنن، لعنت میکنن و حرفهای نادرست میزنن، یقین داشته باشن که به خاطر این حرفاشون در پیشگاه خداوند مورد محاسبه قرار میگیرن. شاید فکر میکنن که مثلا به ما این توهین و این لعن و نفرینا رو بفرستن، آیا ما دست از این راه و هدفمون بر میداریم؟ نه خیر، بیشتر مصممتر میشیم. اگر 1 ساعت کار میکردیم در این راه، 2 ساعت کار میکنیم، چون داریم احساس میکنیم که کارمون نتیجه داره. در عربی مثلی هست میگه الصراخ به قدر الالم، داد و فریاد به اندازه دردی است که به طرف میرسه. پس احساس میکنیم که واقعا کارمون نتیجه داده که اینها رو به سر و صدا در آورده و دارن جیغ و داد میکنن و لعن و نفری میفرستن. غیبت کردن یکی از گناهان بزرگی است که در قرآن کریم در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی بسیار مثال بدی میزنه برای ما. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ آیا دوست داره یکی از شما که گوشت مرده برادرش رو بخوره؟ غیبت کردن اینقدر زشت است و این غیبت توسط چی میشه؟ توسط همین زبان میشه. بهتان زدن گناه خیلی بزرگی است، گناه نابخشودنی است. شما به کسی تهمت بزنی، بهتان ببندی، توسط همین زبان میشه. و خیلی از گناهایی که انسان رو از دایره اسلام حتی خارج میکنه، مثلا دروغگویی. کسی که با پاش دروغ نمیگه، با دستش دروغ نمیگه، با چشمش دروغ نمیگه، با زبانش دروغ میگه. روایتی هست که فرمودن که آیا مؤمن دزدی میکنه؟ گفتن شاید. زنا میکنه؟ شاید. شراب میخوره؟ شاید. یعنی چی؟ همه این گناه ها رو انجام میده، اما شاید مؤمن باشه، اشتباه کرده، استغفار میکنه، بخشیده میشه. کسی پرسید آیا مؤمن دروغ میگه؟ فرمودن که مؤمن دروغ نمیگه. پس وقتی کسی که دروغگو هست مؤمن نیست و این دروغ گفتن توسط زبان صورت میگیره. بدگویی کردن، طعنه زدن، تن در قوم، تن در نسب، تن در انساب، تن در سمت و زبان و قوم و قبیله.
ویل لکل همزة لمزه، وای به هر طعنه زن عیب جوی. وای یعنی چی؟ یعنی جهنم. هر جایی که در قرآن کریم ویل میاد، وای میاد، این چی است؟ یعنی جهنم، یعنی عذاب دردناک. پس مواظب زبانتان باشید که چه میگویید، مواظب دستانتون باشید که چی مینویسید. باور کنید که با یک کامنت انسان امکان داره به جهنم بره. با یک کامنت نوشتن در زیر یک مطلبی، با یک توهین کردنی، با یک اهانت کردنی، امکان داره انسان وارد جهنم بشه. این شوخی بردار نیست. چون شما در حق یک برادر مسلمانتان، اصلا برادر مسلمان، در حق یک انسان تجاوز میکنید، اهانت میکنید، توهین میکنید و این قابل بخشیدن نیست الا اون که طرف رو راضی بکنید. طرف میاد خیلی راحت میاد میگه همه سنی ها فلان فلان، توهین میکنه. خود 1.5 میلیارد تقریبا سنی که در دنیا هست، فردا روز قیامت همه این آیه تو رو میگیرن. و دوستان متوجه این مطلب باشن، خیلی مهم هست. و مطلب دیگر این که شما پیرو به هر مذهبی هستید، در آیین هستید، اگر جواب منطقی دارید، جواب علمی دارید، مطالبی که ما پخش میکنیم فحش نیست، توهین نیست، اهانت نیست، مطالب علمی است، از کتاب هاست، دارید بار علمی، به جواب بدید. و خدا شاهد است که من به دوستانم گفتم، به همکارانی که در بخش سوشال میدیا هم کار میکنن، که هیچ کامنتی رو پاک نکنید غیر از اگر که توهین به الله متعال باشه و توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و اهل بیت و صحابه و امهات المؤمنین. بقیه هر طوری توهین و لعن و نفرین، بذارید مردم اخلاق اینها رو بشناسن. طرف میاد میگه من شیعه اهل بیتم، آیا این اخلاق اهل بیت است؟ و حتی به برادران اهل سنت را هم این رو توصیه میکنم. بعضی از دوستان ما هستن جوگیر میشن، غیرتشون به جوش میاد، در مقابل توهین و اهانت میکنن. این غلط است، اشتباه است و شما در مورد این توهین و اهانتتون بازخواست میشید، ولی اینکه طرف مقابلتون رافضی باشه، شیعه باشه، کافر باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه. پس سعی بکنید که مؤمن، مسلمان با زبان خوب، با اخلاق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه الحسنه چی است؟ حرف خوب، زبان خوب. من یادم میاد که برادری زنگ زد، گفت اول من از شما یک حلالیت میطلبم. تعجب کردم. و من 6 ماه قبل زنگ زدم، به شما فحش دادم، توهین کردم، اهانت کردم، شما چیزی به من نگفتید. بعد از 6 ماه طرف اومد اعلان هدایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اسباب کامیابی و موفقیتشون در دعوت همین بود که جواب توهین رو با توهین نمیدادن، جواب اهانت رو. من گاهی اوقات دیدی جواب توهین ها و اهانت های ابو جهل و ابو لهب و امیه و شیبه و ربیعه و غیره رو داده باشن؟ هیچ، اصلا کنه حرفی نزدن، به راه خودشون ادامه میدادن، با حرف خوب، با اخلاق خوب دعوت رو ادامه دادن. به خاطر همین کامیاب شدن. من یک روز به یکی از دوستان گفتم بزرگترین درسی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بگیریم این است که هیچ وقت سر راه کسی رو نگرفتن که تو چرا به من این گفتی، چرا به من اون گفتی، یا کسی که توهین کرد، اهانت کرد، تهمت زد، جوابشو ندادن. و این بود راز موفقیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد بخشش یک سوال داشتم به شما اگر ممکن باشد. بفرمایید. اگر شخصی که در دین اسلام نباشد و غیر دین اسلام باشد، مثلا روزها و غیره، وقتی از دنیا گذاره با آنها منکر و نکیر همچنان سوال و جواب میکند؟ بله در حدیث صحیح آمده است وقتی که کسی که کافر باشد، کسی که ایمان نداشته باشد، وقتی که منکر و نکیر میان از او سوال میکنن خدای تو کیست، پیامبر تو کیست، کتاب تو چیست، داد و بیداد میزند که نمیدانم. استاد باز یک خواهش دیگر داشتم بخشش. بفرمایید. ما
در مهاجرت هستیم، در حق مهاجران روسیه دعا میکردید. الله سبحانه و تعالی شما و همه برادران و خواهران مهاجر تاجیک ما را که در بیرون از تاجیکستان هستند صحیح و سلامت، سالم و غانم به کشورشان برگرداند، موفق و سعادتمند دنیا و آخرت بگرداند. برادر عزیز تشکر استاد، شما را الله نگهبان باشد. سلامت دستگیری باشید. قیامت این خدمت های شما را الله مهربان دستگیری قیامتتون. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. تشکر از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. جناب استاد من دو سوال داشتم، کوتاه است سوالم استاد. سوال اول استاد، هر سوال شما نیاز به یک برنامه داره برادر عزیز. بفرمایید. درست استاد، خیر اگر نه مشکل نیست. بفرمایید. سوال استاد درباره همین صفات الله متعال استاد، میتونید مثلا در قرآن شریف وجه و ید و ساق و پا یا کس استاد دیره میتونیم استاد یعنی با خداوند تایید کنیم که یعنی صفات خداوند داره، درست؟ بله یقینا. استاد یعنی نمیشه که به دیگر معنی که ببرن، مثلا بعض معنی که مثلا دست و قدرت تجربه میکنن وجه را به رضا استاد. خب این تعطیل صفات الله سبحانه و تعالی می شود. ببینید الله متعال در قرآن کریم میفرماید که ید الله فوق ایدیهم و یبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام. الله متعال میگه که دست الله متعال، وجه یعنی صورت الله متعال. الان یک نفر بیاید بگد که دست به قدرت، صورت نمیدانم به فلان، خب اینا تعطیل صفات الله متعال شد. از بیخردی کسانی که صفات الله متعال را تعطیل میکنن این است که فکر میکنن که وقتی ما گفتیم وجه الله متعال، حتما وجه الله متعال مانند وجه من و شماست والعیاذ بالله. این گونه نیست. وجه الله متعال، دست الله متعال، سمع و بصر الله متعال چنان که شایسته عزت و جلال الله سبحانه و تعالی است. متوجه هستید؟ این عقیده اهل سنت است. عده‌ای آمدن اینا رو چیکار کردن؟ گفتن که دست الله علیاذ بالله مثل دست انسان است، پای الله مثل پای انسان است، صورت الله مثل صورت انسان است. برای الله جا تعیین کردن، مکان تعیین کردن، حجم تعیین کردن. اینها رو ما بهش میگیم مجسمه، یعنی الله متعال را تجسیم کردن. کسان دیگر آمدن در رد اینها همه این صفات رو تعطیل کردن. تعطیل به این معنی که انکار کردن یا توجیه کردن. اینها شدن معطله، مجسمه. و عقیده اهل سنت چی است؟ و جعلناکم امة وسطا. ما عقیدمون عقیده وسط است، یعنی همه صفات الله سبحانه و تعالی رو برای الله متعال اثبات میکنیم بدون کیفیت. در مورد استوا مثلا حدیث صحیح، روایت صحیح هست از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که میفرماید ایمان بهی واجب، ایمان به استوای الله سبحانه و تعالی واجب است. و السؤال والکیف مجهول، کیفیتش چطوری است؟ مجهول است. متوجه هستید؟ و السؤال عنه بدعه، سوال کردن از آن چی است؟ بدعت است. چرا؟ ببینید چون عقل بشر، عقل ما انسان ها در حدی نیست که ما بتونیم اینها رو درک بکنیم. متوجه هستید؟ الان مثلا من از شما یک سوال بپرسم، آیا خورشید نور دارد؟ میگید دارد. خب آیا شما می توانید نور خورشید را درک بکنید، از نزدیک لمس بکنید؟ نه خیر. چطور می توانید پس ببینید؟ انعکاس نور خورشید را ما در اشیایی که در این دنیا هست می بینیم، به خاطر همین اعتقاد داریم که خورشید نور دارد. اما آیا می توانید شما یک دقیقه یعنی 30 ثانیه به طرف نور خورشید مستقیما نگاه بکنید؟ استاد درست است استاد، اما خداوند گفته که لیس کمثله پیش استاد ولی گفته به خداوند تشبیه بدیم که ترس. نه من تشبیه ندادم. منظور من این است که
آفتاب که یک مخلوق بسیار کوچک الله متعال هست، شما با چشم مجرد نمیتوانید یک دقیقه به طرف اون نگاه بکنید. چرا؟ چون از نگاه طبی ثابت شده است که همه رشته های عصبی که داخل قرنیه و شبکه چشم شما هست و عدسه چشم شما هست همه میسوزد و انسان کور میشود، کوری که دیگر قابل علاج نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که ما نمیتوانیم یک دقیقه به طرف یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی نگاه بکنیم. متوجه هستید؟ پس این انسان با این ضعفش چطور میتواند کیفیت الله سبحانه و تعالی رو، کیفیت وجهش و کیفیت دستش و کیفیت به اصطلاح سمع و بصر الله سبحانه و تعالی رو چطور میتواند درک بکند؟ حرف این است. حالا کسی بیاید مثل معطله انکار بکند، مثلا یک کسی بیاد بگه چون که من نمیتوانم یک دقیقه به طرف خورشید نگاه بکنم پس خورشیدی وجود ندارد. این دیگر احمقانه است. الله متعال وقتی که میفرماید که لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء یعنی چی؟ ما نباید هیچ کدام از این صفات الله متعال رو به یکی از بشر یا به یکی از به اصطلاح موجودات غیر الله سبحانه و تعالی تشبیه بکنیم. استاد درست استاد، در سوره قصص استاد باز آیه اشاره که کل شیء هالک الا وجهه، بله. کل چیز که از بین میره الان ید خداوند ساخت چیز استاد این چه قسم استاد؟ ببینید اینجا یک اصطلاح هست، وجه در اینجا یک اصطلاح هست. مثلا ما میگیم که والا به خاطر گول روی شما من این کار رو نمی کنم، یعنی فقط به خاطر صورت شما این کار رو نمی کنم. این یک اصطلاح هست. متوجه هستید؟ مثلا به این معنی نیست که من به خاطر گل روی شما این کار رو نمی کنم، به این فقط به خاطر این چهره زیبای شما. خدا کنه که این عکسی که در واتساپ گذاشتید خودتان باشید، چهره نورانی شما. یعنی چی؟ یعنی من به خاطر خانواده تو، به خاطر پدر تو، مادر تو، حصل و نسب تو، به خاطر اینکه قوم و خویش هستیم، به خاطر که دوست هستیم من این کارو نمی‌کنم. اینا اصطلاحات است. درست استاد. بله خوب است. درست. صحیح استاد، جواب گرفتم. استاد سوال دوم دیگه وقت از دیگه. بفرمایید. استاد درباره عمر بن یاسر رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فکر کنم بخاری است که 2008-12 حدیثی است که عمر گفته که توسط قوم باقی کشته میشه یعنی شهید میشه. استاد عمر در جنگ که با حضرت معاویه داشت، حضرت علی یعنی جنگ رخ داده بود. استاد توسط گروه حضرت معاویه است در قتل رسیده بود. استاد در این باره نظر شما چیست؟ هیچ دلیل صریح نیست که توسط حضرت معاویه به شهادت رسیده، بلکه کسانی بودند فرقه ببینید بله یک لحظه. کسانی بودن که عبدالله ابن سبع و جماعتش و کسانی که در شهادت حضرت عثمان دست داشتن، اینا فرقه بودن که نمیخواستن بین علی و بین معاویه صلح صورت بگیرد. به خاطر همین همان شبی که اونها جلسه داشتن، همان شبی که اونها گفتگو داشتن که جنگ صورت نگیره، این گروه سوم یا ستون پنجم یا همون منافقینی که بودن، اینها میخواستن جنگ صورت بگیرد. همین کار در جنگ جمل هم شد، در جنگ صفین هم شد. و کسانی که حضرت عمار رو به شهادت رساندن طبق روایت های صحیح همان گروه سوم هستند، نه گروه معاویه است و نه گروه حضرت علی است که طبعا او در لشکر حضرت علی بود. وانگهی عقیده ما اهل سنت میدانید که تقیه نداریم. درست است؟ ما اهل سنت تقیه نداریم. میگیم که حضرت علی برحق بود، حضرت علی خلیفه بود، حضرت علی ولی امر بود، حضرت علی حاکم بود، اطاعت از حضرت علی واجب بود و کسانی که در مقابل حضرت علی قیام کردند و جنگیدند، اینها طبق عقیده اهل سنت اینها کسانی هستند که بغاوت کردند بر علیه خلیفه مسلمان ها. اما آیا اینها کافر هستند؟ منافق هستند؟ نیستن. بله. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. در کدام سوره است میفهمید؟ سوره حجرات است. اخواننا و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. بله الان من این رو برای شما بله ببینید اینجا الله متعال میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا
فاصلحوا بینهما. اولین چیزی که در اینجا الله متعال ثابت میکنه چی میگه؟ اگر دو گروه مؤمن، یعنی امکان دارد که دو گروه مؤمن با هم بجنگن، پس اگر که دو گروه مؤمن با هم جنگیدن فاصلحوا بینهما، شما در بینشان صلح بیارید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر دیگری بغاوت کرد. بغاوت کرد چی؟ به صلح تن نداد، صلح را قبول نکرد، راه جنگ را در پیش گرفت. بعد چی کار فقاتلوا التي تبغي، بکشید آن گروهی را که بغاوت کرد. حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه به امر الله سبحانه و تعالی چی شود؟ تسلیم شود. فان فاءت فاصلحوا بینهما، بعد از اینکه گذشتن و صلح کردن و سر تسلیم گذاشتن، صلح کنید در بینشان به عدالت، بالعدل و اقسطوا، یعنی چیکار بکنید؟ عدالت رو در حق هر دو گروه مراد بکنید. پس دو گروه مؤمن که با هم بجنگند امکان داره در دو مسلمان باشن، متوجه هستید؟ اما یکی بر علیه دیگری بغاوت بکند. آیا این بغاوت سبب کفر می شود؟ از دایره اسلام خارج می شود؟ نه خیر، چون الله متعال در اینجا میگه که دو گروه مؤمن امکان داره با هم بجنگن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وقتی که در مورد کسانی که با او جنگیدن، من اینجا روایتش رو خدمت شما نشان بدم. در کتاب قرب الاسناد صفحه تلویزیون اگر نگاه بکنید این رو میبینید. در اینجا روایتی است از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، روایت 318 در صفحه 94 در کتاب قرب الاسناد از جعفر عن ابیه علیه السلام. امام جعفر صادق از پدرش روایت میکنه از امام محمد باقر که ان علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرک ولا الى النفاق. حضرت علی هیچ کدام از کسانی که با او می جنگیدن را کافر نمی گفت، مشرک نمی گفت، منافق نمی گفت، ولکنه کان یقول، بلکه می گفت هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما چی کردن؟ بغاوت کردن. آیا امکان داره که حضرت علی یک کافر مشرک را برادر خود بگوید؟ امکان ندارد، چون انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادر هستند. استاد بفرمایید. استاد یک نکته است که استاد ما حدیث به نظر داره که جنگ با خلیفه استاد، خلیفه و خلیفه حضرت علی جنگ با پیغمبر استاد در کجا داریم؟ در کجا داریم؟ استاد که بغض علی بغض من، دوستی علی دوست من. استاد معلوم میشه که اون کسی پولی بجنگه یا با ما جنگیده؟ در کجا گفته؟ استاد در حدیثی که هدف حدیث که پیغمبر گفتنی که من کنت مولا فضل، فکر کنید دوست مثلا معنا میکنیم من کنت مولا فهذا علی مولا. من برادر عزیز، من کنت مولا فهذا علی مولا، حدیث صحیح است، قبول داریم، متواتر است. بعد از این همه اضافاتی که از همه اینا باطل است. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب‌های حدیث، نه خیر، روایت ها هست، همه اینا باطل است، اضافاتی است که کردن در طول تاریخ. درست. زنده باشید. تشکر استاد. سلامت باشید. خدا. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم. بفرمایید. استاد درباره که شرطنامه بین حضرت امام حسن و حضرت معاویه رضی الله عنه شد برای آمده که در اون شرطنامه چی بنده بود؟ مثلا از چند بند عبارت؟ یک مولای تاجیکستان میگوید که در شرطنامه بعد مرگ معاویه ولی عهد حضرت معاویه بود امام حسن به دست همین بند بود یا نبود؟ خب امام حسن فوت کرده بود؟ بله. همچین یک بندی بود. همچین یک بندی بود. خب حضرت حسن فوت کرده بود؟ بله. امام حسین تعلق نداشته؟
نه، به امام حسین تعلق نداشت. در هیچ جای اون قرارداد یا اون اتفاقنامه‌ای که صورت گرفته بود نیامده بود که بعد از حضرت معاویه بعد امام حسین جانشین و خلیفه ایشان شود. ببینید ما توجیه نمی کنیم. ببینید برادر گرامی، ما توجیه نمی کنیم که یزید چرا خلیفه شد. یعنی این عمل حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه رو توجیه نمی کنیم. اینکه حضرت معاویه آمد پسرش رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد، این رو توجیه نمی کنیم. بعضی از علما آمدن توجیه کردن، گفتن والا این شد و اون شد و فلان شد و علان شد. نظر خودشان است. من نظر شخصی خودم را میگویم که اکثریت اهل سنت بر این اعتقاد هستند که این کار حضرت معاویه کار اشتباه بود. به خاطر همین ببینید ما خلفای راشدین میگیم چند تاست؟ شما میتونید برای ما نام بگیرید؟ بله. حضرت ابوبکر است، حضرت عمر، بله، عثمان ابن عفان، حضرت علی کرم الله وجهه. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند که خلافت بر اساس منهج نبوت چند سال است؟ 30 سال. 30 سال. پس با وفات حضرت علی، با شهادت حضرت علی، خلافتی که بر اساس منهاج نبوت بود تمام شد. حضرت معاویه یکی از ملوک مسلمان هاست، یکی از امرای مسلمان هاست، درست است؟ صحابی هستند، قدر و منزلتشان در جای خود. بله. اما اینکه آیا انتخاب یزید به عنوان جانشین ایشان کاری درست و شایسته بود؟ نه خیر، نبود. این عقیده اهل سنت است. نبود. اما حضرت معاویه توجیهات خاص خودشان را داشتند، دلایل خاص خودشان را داشتند، مشوره اطرافیانشان بر این بود. ببینید در اون زمان یک دوران آشوب بود. از یک طرف عبدالله ابن زبیر، از یک طرف امام حسین، از یک طرف بعضی از فرزندان صحابه که بودن، از یک طرف فتنه خوارج. 4 طرف فتنه و آشوب بود. حضرت معاویه یعنی با نیت قدرت رو به دست گرفت، اشتباهات زیادی صورت گرفت. قضیه حمله به مکه مکرمه، قضیه حمله به مدینه منوره، قضیه شهادت امام حسین. ما هیچ وقت اینا رو توجیه نمی کنیم. نمیگیم که والله یزید خوب کار کرد، یزید آدم بسیار خوبی بود. هیچ کس این رو نگفته. بلکه میگیم هر کسی که امام حسین رو به شهادت رساند و در شهادت امام حسین دست داشت و در فاجعه کربلا دست داشت و راضی بود، خداوند او را در دنیا و آخرت لعنت کند. متوجه هستید؟ هر کس که به اصطلاح عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رساند، هر کس که کعبه مشرفه را به منجنیق بست، هر کس که به مدینه حمله کرد، خداوند با اونها بازخواست بکند. اما این سبب نمیشه که به کاری که مثلا در دوران یزید صورت گرفته ما بیاییم حضرت معاویه را لعنت بکنیم، یا حتی به خاطر شهادت امام حسین که توسط به اصطلاح عبدالله ابن زیاد والی کوفه صورت گرفته بیاییم یزید رو لعنت بکنیم. این نیست. ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله متعال میفهمد که مثلا شما اگر یک اشتباهی بکنید، آیا جایز است که مردم پدر شما را خدای نکرده مثلا فحش بدن، ناسزا بگوین؟ جایز نیست. درست. نه استاد بعد در حق حضرت یزید، در حضرت امین یزید لعنت گفتن جایز است نه؟ شخصا برای اکثر درست میدونن که تنها یزید نه معاویه، نه حضرت معاویه رضی الله عنه اون صحابه پیامبر. بله. نه، یزید رو لعنت کردن به نظر من جایز نیست. نه، فسق یزید در جامعه ثابت بود. اگر ببینید فسقی که میگن ثابت بود، مثلا چی میگن؟ میگن یزید حمله کرد، یزید امام حسین را کشت، یزید فلان کرد، یزید بصارت گرفت، یزید زد، یزید کشت، یزید بست. خب بعد از اون چی میگن؟ بعد از اون میگن که کاروان اسرای اهل بیت رو عبدالله ابن زیاد به دمشق فرستاد. آیا یزید اونا رو زد؟ آیا یزید اونا رو کشت؟ نه، توفه، بلکه توفه هم داد. بله. حتی میگن وقتی که سر امام حسین رو اونجا آوردن و یکی از کسان انسان شقی که در دربار یزید بود
با نوک چوب به دندانهای حضرت حسین زد، یزید ناراحت شد و گفت که این دهنی است که پیامبر بارها بر او بوسه زده است. متوجه هستید؟ اگر که یزید اینقدر آدم بد بود، امام حسین هم کشته بود در کربلا، خب بقیه هم میکشت. امام زین العابدین هم میکشت. مگه امام زین العابدین نبود در بین اسرا؟ خورم میکشت. چرا امام زین العابدین چرا امام زین العابدین یک مورد نیست که بدگویی یزید را کرده باشد؟ بدگویی قاتلان امام حسین رو کرده، کسانی که در کربلا رو به شهادت رسند. یزید که در کربلا نبود. یزید امر به کشتن امام حسین نکرده بود. واقعیت تاریخی است. بله. کشته شدن یزید با کشتن حضرت حسین با فیلم روزی برای که سر امام حسین چندی سالوی شد تا وقتی که عمر ابن عبدالعزیز با سر امورات نیومد با فیلم سرش نگروندم در امون. نه دروغایی است که درست کردن. ابدا درست نیستی. دروغ است. سر امام حسین تو وقتی خلافت عمر عبدالعزیز نیفتاد. دروغ است. این دروغایی است که شیعه درست کردن برادر عزیز، همچین چیزی نیست. همین کدام کتاب‌های تاریخی صحیحیت زیاد داره. هیچ کتاب تاریخی ببینید، هیچ کتاب تاریخی کتاب صحیح شده نمیتواند. روایت های تاریخی همه باید بررسی شود، بررسی سندی شود. فهمیدید؟ بررسی سندی شود تا دروغ ها و راست ها از هم جدا شود، همانطوری که احادیث رو بررسی سندی میکنن. الان مثلا من از شما یک سوال میپرسم، یک سوال بسیار ساده. شما فکر کنم چند سالتان از شما برادر؟ 23. شما نسل دوم جنگ های داخلی تاجیکستان هستید، درست است؟ بله. بله، دوره استقلال. یک زمانی سید عبدالله نوری به همراه مجاهدین تاجیکستان به همراه رحمانوف جنگ میکردن، درست است؟ بعد از اینا صلح کردن. رحمانوف خواست که صلح کردن. در ربانی و مسعود و رهبرای افغانستان اینا رو به هم دیگه نزدیک کردن. در تخار، در بدخشان، در افغانستان رفتن، با هم نشستن، صلح کردن، درست است؟ بله درست. الان رحمانوف میگه که نه، اونا تروریست بودن، اونا فلان بودن، کلا انکار میکنه. و از این قضیه چند سال گذشته؟ 20 سال گذشته. در این 20 سال یا 25 سال همین کل تاریخ تاجیکستان رو تحریف کردن، درست است یا نیست؟ درست است. همین نفرای نهضت را همین رحمانوف وزیر کرد یا نکرد؟ در حکومت ها آورد یا نیاورد؟ ابوبکر بله، استاد حاجی اکبر تراجانزاده شده سروازی بود یا موین بود. بله. الان چی میگوید رحمانوف؟ میگوید اونا همه تروریست بودن. من بودم که تاجیکستان را صلح آوردم، من بودم که تاجیکستان را درست کردم، اونا ایش کاره بودن. میگوید یا نمیگوید؟ خلاص تاریخ 25 سال را تحریف کردن. شما فکر میکنید 1400 سال گذشته تاریخ سالم صحیح مانده است برای ما؟ نه، 100%. بله، به خاطر همین روایت های تاریخی را انسان باید بررسی کند. آنقدر دروغ در کتاب های تاریخی گفتند، آنقدر دروغ گفتند که تا دلتان بخواد. به خاطر همین یک مورخ مثلا طبری رحمت الله علیه در تاریخ طبری چی میگه؟ در مقدمه میگوید که من اینجا هر چی شنیدم از مردم جمع کردم. وظیفه شما این است که صحیح و ناصحیح را از هم جدا بکنید. بله. در تاریخ طبری فکر میکنم بسیار بعد غلط زیاد اومده است. فکر اومده شخصا در همه تواریخ است برادر. بعضی علما میگن در تاریخ الکامی، در تاریخ البدایات و النهایه که این تاریخ را اهل سنت و جماعت زیاد قبول دارن در روایتات. ما تاریخ طبری را اهل سنت و جماعت قبول ندارن. دارن. در بدایه و نهایه، در تاریخ ابن اسیر، در تاریخ ابن کثیر، در تاریخ طبری، در همه این کتب تاریخ روایت های صحیح و روایت های ضعیف وجود دارد. بله.
الان وظیفه ما چی است؟ هر روایتی رو که میخوایم بگیریم باید حیثیت و سقمش اطمینان حاصل بکنیم. بله. سوال دیگری دارید برادر؟ درست. استاد رحمان. زنده باشید برادر. سلامت باشید برادر. زنده باشید. خداحافظ شما. سلامت. خیر از این مطالبی که در مورد واقع کربلا در مورد این مسائل میگن، مسائلی است که دروغ از ساختن، خاصا در این نوع سرایی‌ها و عزاداری‌هاشون از این دروغ‌ها ساختن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید برادر عزیز. استاد من یک سوال داشتم اما در مورد برنامه شما نیست، نمیدونم برنامه شما در طبعا آقای کنم. یک سوال شخصی نیست. بفرمایید. استاد یک برادر سوال کرد که در خانه ما همه اهل قرآن، اهل نماز همه نمازخانه یک روز شخصی بی نماز نیست. بله. تو کودکای نابالغ هم اهل نماز اما در خونه شما یک چی پیدا شده و مثل جن که لباسای اون را پاره میکنه و هر چی مینویسه. آیا این واقعا درست؟ ببینید وجود جن یک واقعیت است که جن وجود دارد. جنهای مسلمان هست، جنهای کافر هست، جن وجود دارد. جن یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است و در واقعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طائف رفته بودند، در انگام برگشتن تعدادی از جنها شنیدن آیات قرآنی رو که پیامبر تلاوت می‌کردند و مسلمان شدند. اما اینکه آیا در زندگی بشر مداخله میکنن؟ بله، گاهی اوقات امکان داره در زندگی بشر مداخله بکنن، بعضی شوخی بکنن، بعضی اذیت برسانن، همه این چیزها امکان داره. اما راه حل چیست؟ هر خانه‌ای، هر خانواده‌ای، هر انسانی که از کار صبح و شام را ترک نکند، از کار بعد از نماز را ترک نکند، قرائت سوره بقره را حداقل روز یک بار در خانه ترک نکند، هیچ ضرری از جن و آنچه ماورای طبیعت هست به او نمیرسد. یعنی جنها نمیتوانند هیچ ضرری به. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کسی که سوره بقره را بخواند هیچ کس به او، جن باشد یا هر موجودی باشد، ضرر رسانده نمیتواند. اگر ما از کار صبح و شام ما را، از کار بعد از نماز را، از کار قبل از خواب را، همه اینها را در خانه اجرا بکنیم و سوره بقره را حتما بخوانیم، انشالله که هیچ جنی و هیچ چیزی به شما و یا با آن خانواده ضرر نمیرساند. اگرم در خانواده بله بفرمایید. در خودش بود از شب اون خانواده حرس و وحشت اونها رو فرا گرفتن. بخوانن همین سوره بقره را بخوانن، یقین داشته باشن که دیگر پای در آن خانه نمیگذارد. کسی که سوره بقره را در خانه بخواند مانند یک حصن است، مانند یک قلعه‌ای است که در داخل این قلعه محفوظ میماند و هیچ جنی نمیتواند در این خانه با آنها اذیت و آزاری برساند. ثانیاً بعضی چیزهایی است، یک لحظه این رو گوش بکنید به دقت. 7 بار سوره فاتحه را بخوانن، 7 بار 2 سوره معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را 7 مرتبه بخوانن، 7 بار آیت الکرسی را بخوانن و 7 بار 2 آیه امین آخر سوره بقره، خواتیم سوره بقره که از بعد از نماز هم که جزء اذکار خوانده می شود، اینها را بخوانند. متوجه هستید؟ و اینها را در آب بدمند، در آب، اگر آب زمزم باشد بهتر، در آب بدمند و این رو در اطراف خانه، در خانه، در اتاق خوابشان هست، در اتاق که می نشینن، در اطراف خانه بپاشن، بسم الله گفته بپاشن و حتما اینها رو با این غسل بکنن با این آب و از این برای آب نوشیدن، آب دم انداخته که میگن، همین آیات رو، همین سوره ها رو بخوانن
و در آب بدمند و این آب را بنوشند، انشالله هیچ اثری از جن و شیطان در آن خانه نخواهد بود. 100% یقین داشته باشید. اف بار سوره فاتحه، اف بار سوره قل اعوذ برب الفلق، اف بار سوره قل اعوذ برب الناس، اف بار آیت الکرسی و 7 بار اواخر خواتم سوره بقره، 2 آیه آخر سوره بقره. سلام. سلام. امکان داره؟ بله. همین روش رو با همون نفر انجام بدید، غسل بکند، از اون آب بنوشد، انشالله که هیچ ضرری به اون نمیرساند جن و شیطان. آب زمزم باشد بهتر، نباشد آب عادی. زنده باشید برادر. سلامت باشید. خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خوب هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما. استاد یه سوالی از شما داشتم. بفرمایید. راجع به یه حدیثی که تو کتاب امام احمد حنبل اومده راجع به روافض. می‌خواستم این صحت اینو بدونم که آیا این صحت داره یا نداره. بخونید شما. اگه اجازه بدین یه بار این حدیث از روش بخونم، شما نمیدونم نظرتون چیه راجع به این حدیث. بفرمایید، بخونید. در مسند امام احمد حنبل حدیث 238 میگه که حدثنا عبدالله حدثنا محمد بن جعفر البركاني في سنة 27 و 200 حدثنا ابو عقيل يحيى ابن المتوكل وحدثنا محمد بن سليمان اللوين في سنة 40 و 200 حدثنا ابو عقيل يحيى ابن المتوكل عن كثير النبوة عن ابراهيم بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيه عن جده قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام. حدیثی مستند. بله. این حدیث بله. این حدیث اسنادش ضعیف است. این حدیث ضعیف است. در آلبانی در کتاب تخریج کتاب سنت، دوستان اگر نشون بدن این رو، در کتاب تخریج کتاب سنت به شماره 978 میگه که سندش ضعیف است و همچنین در روائد المسند صفحه 808، البزار 499 و الکامل فی الضعفاء ابن عدی در الکامل فی الضعفاء ذکر میکنه. سندش ضعیف است چون شخصی به نام ابو اسماعیلی که در اینجا وجود دارد این ضعیف است. ابن الجوزی در العلل ذکر میکند که حدیث صحیح نیست. متوجه هستید؟ اینجا دقت بکنید، در صفحه تلویزیون میگه که ذهبی در میزان الاعتدال میگه که در این روایت ابن اسماعیل هست و میگه که این شخص مجروح هست، جرحش کردن علما. و همچنین یعنی همه طرقی که ذکر شده طرقی است که ضعیف است. متوجه هستید؟ و این از عدالت اهل سنت است، گرچه این حدیث به نفع ماست که ما بگیم که والله در آخر زمان قومی پیدا میشن که اسمشون رافضه است، اینا یرفضون الاسلام. این به نفع اهل سنت است، اما اهل سنت اهل عدالت هستند، اهل انصاف هستند. حدیثی که ولو که به نفعشون باشه بررسی سندی میکنن و اگر در سندش اشکالی داشته باشه بیان میکنن، میگن که این حدیث ضعیف است و این مشکل رو داره. چون ما بر اساس هوا و هوس مانند روافض، مانند شیعیان بر اساس هوا و هوس احادیثمون رو تصحیح و تضعیف نمی‌کنیم. والا چیزی که خوشمون اومد میگیم صحیح هست و چیزی که بدمون اومد میگیم که ضعیف است. نه، این کار نمی‌کنیم. مثلا اینجا هیثمی در مجموع الزوائد جلد 10 صفحه 25 میگه که در این حدیث دوستان اگر نشون بدن ابن اسماعیل هست و هو ضعیف، شخص ضعیفی است. به خاطر همین این حدیث از نگاه سند ضعیف است، اما از نگاه متن صحیح است. از نگاه متن صحیح است، اما از نگاه سند ضعیف است. سوال دیگری دارید؟ استاد، یه حدیث
دیگری هم هست که تو صحیح مسلم اومده که اینم راه. بله بفرمایید. الو. خب تماس این بیننده عزیزمون قطع شد، دوباره میتونید تماس بگیرید. بیننده بعدی از افغانستان، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب استاد ان شاء الله جور و صحت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله مطال شما رو توفیق و حالت نصیب بگرداند. الله مطال حفظتان بگرداند. یک سوال داشتم اگر لطف کنید پاسخ بدید. ماشاءالله. یکی نه، دو تا نه، سه تا. بفرمایید. بفرمایید. ان شاء الله کوتاه خواهد بود. بفرمایید. خب یکی درباره این سوال که برادر ما قبلا پرسیده بودن درباره اسماء و صفات الله متعال، خب عقیده اهل سنت جماعت امین است که صفات الله متعال بدون تحریف و تعطیل و تمثیل و تکییف قبول دارن و غالبا اهل بدعت یک خب میخواین به خاطر اثبات عقیده خودشان دلایل را بیاورن و یکی از دلایل که ذکر میکنن حدیث در صحیح بخاری و مسلم که حدیث قدسی است که الله متعال اگر اشتباه نکنم لفظش که وقتی که بنده مؤمن طاعت عبادت الله متعال به حد الله انجام میده، بعدا الله متعال میگه که من دستش میشم که به او بگیره تو پایش میشم به او حرکت کنه. یا باز اونا میگن اگر ما ایران به معنای ظاهریش تفسیر کنیم خب این عقیده وحدت الوجود ثابت میشه و قاعده کلی خود نزد اهل سنت جماعت امین است که روح کما جاءت، یعنی همون گونه که آمده است بدون از اینکه معنایش تغییر بدیم یا توجیه کنیم به اون گونه ثابت میکنیم. و پاسخی چه گونه خواهد بود؟ سوال دوم درباره چه بود؟ درباره سن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، چون در صحیح بخاری ام المؤمنین رضی الله عنها میگه که انا بنت 60 سنه، یعنی من 6 ساله بودم که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردم و اگر درباره از این کم توضیح بدین. و سوال آخر ان شاء الله کوتاه خواهد بود. وقتی که روافض جنادتشان بر امین است که نظر لازم میخواین مقام علی رضی الله عنه را بلند ببرن و این شبهه را وارد میکنن که علم ابوبکر نسبت به حضرت علی پایین تر بود و حضرت ابوبکر نباید خلیفه میشد و مثالای زیاد را میارن که اگرچه اکثرش احادیث ضعیف است ولی بعضش چون ما به کل کتب دسترسی نداریم باز این سوال مطرح میکنن که اکثر اوقات ابوبکر و عمر رضی الله عنهما از حضرت علی مشوره میگرفتن و فتوا میگرفتن و اگر یک دلیل بر عالم بودن ابوبکر صدیق بر علی رضی الله تعالی عنه باشد. ان شاء الله اگر هر سه سوال نشد یکیشم پاسخ بدین، باز هفته‌های بعد ان شاء الله باز میپرسم دوباره. جزاکم الله خیر. زنده و سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدارش. آمین. عقیده صحیح اهل سنت در مورد این حدیثی که ذکر کردید که الله متعال میگه که بنده، این روایت رو دوستان اگر من بیارمش اینجا، این روایت در کتب مختلفی ذکر شده و اینجا هست: ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بنده من به من نزدیک می شود به وسیله نوافل تا که رو دوست داشته باشم. فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها. ببینید این قضیه که اونا ادعا میکنن، خب ادعا خیلی زیاد میشه. همین قرآن کریم رو، از همین آیات قرآن کریم مگر شیعه دلیل نمیاره برای امامت؟ میگه که ان عدت الشهور 12 شهر، میگه که 12 امامه. فرقای باطل، فرقای گمراه، دلایلشان از قرآن است. دلایل لایت چسبک، دلایل با تفاسیر باطنی از قرآن کریم میاره. الان در اینجا میگن که بله این وحدت الوجود رو در اینجا ثابت میکنه. در اینجا ببینید الله متعال وقتی که مثلا اصطلاح است، اینا همش اصطلاحات است. ما در خود ما در فارسی میگیم انشالله من امرای شما دستگیری میکنم، شما را دستگیری خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی دستت رو میگیرم میبرمت؟ هیچ انسان احمقی همچین فکری نمیکنه. دستگیری توسط مال میتونه باشه، دستگیری توسط شفاعت میتونه باشه، دستگیری توسط کمک میتونه باشه.
الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که وقتی که یک بنده من بنده خوب میشه، عبادت رو میکنه و الی آخری، الله سبحانه و تعالی در چشمش، در گوشش، در پایش، در دستش برکت عطا میکنه. مگر یک انسانی خیلی انسان احمق باشه که فکر بکنه که الیاذ بالله با تفسیری که اینا میکنن یعنی خداوند میاد پای انسان میشه که انسان به وسیله خداوند راه میره. خیلی تفسیر زشت است. ببینید الله متعال در چشم و گوش و دست و پای انسان برکت عطا میکنه. اینجا منظور از برکت از نصرت، کمک الله سبحانه و تعالی است، نه اینکه اصل الله متعال الیاذ بالله به شکل یک جسم میاد در اونجا در پای دست انسان قرار میگیره. این تفسیر رو هیچ کس نمیکنه مگر کسی که عقل خودش رو از دست داده باشه. در مورد سن ام المؤمنین عایشه صدیقه در روایتی که ذکر میشه و اکثرا این شبهه رو مطرح میکنن، این در دوران مکه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 6 سالگی با ام المؤمنین عایشه صدیقه به اصطلاح چی کردن؟ در اون زمان نمیگفتن که والا نامزاد شدیم بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 6 سال نامزادی تیر بشه و مثلا عید و برات فلان بیای و باز جلوی و مایی بگیرن ببرن خانه عروس و فلان، از این مزخرفاتی که امروز در جامعه ما وجود داره در اون زمان نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 6 سالگی طبق این روایت درست است با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ازدواج کردن. به معنی نیست که به اصطلاح تویی کردن و بردن خانه و به اصطلاح همبستر شدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم کی با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها همبستر شدن؟ در مدینه منوره. طبق یک روایتی در 9 سالگی و طبق روایت دیگری در 18 سالگی. اختلافی است بین علما در مورد حساب این، اما اینکه در سن 9 سالگی هم باشد اشکالی ندارد، در سن 18 سالگی هم باشد اشکالی ندارد. بعضی چی میگن؟ با دختر 9 ساله ازدواج کردن. ببینید اینها بر اساس مقیاسی که خودشان دارن در نظر میگیرن. امروز طب از نگاه علمی هم ثابت شده چه دختر چه پسری که در مناطق گرم سیر زندگی بکنن، هم از نگاه جسمی و هم از نگاه سن بلوغ زودتر به بلوغ میرسن. یک چیز طبیعی است. برعکس دخترانی که یا پسرانی که در مناطق سردسیر زندگی میکنن دیر به سن بلوغ میرسن. مثلا شما یک دختر 9 ساله‌ای که در سعودی الان زندگی میکند، در امارات، در کویت، در قطر زندگی میکند، با یک دختر 9 ساله‌ای که مثلا در هلند، در نروژ، در اونجا زندگی میکنه، این دوتا رو کنار هم بیارید وایستن، باور به خدا کنید که فکر میکنید که مادر و دختر هستن. با من تحدی میکنم این کارو بکنید. فرق میکنه هم از نگاه جسمی و هم از نگاه سن بلوغ و این کاملا عادی است. یعنی هیچ مشکلی در این وجود نداره. اما دشمنا چی میگن؟ حتما در سن 6 سالگی رفته ازدواج کرده و برده خونه‌ش و مثلا این انسان هایی که مریض هستن به دنبال این مسائل میگردن. سوال سوم شما را حقیقتا من فراموش کردم. کارگردان عزیز ما به یاد دارید شما سوال سومشون را؟ بعد شما از ما بدتر است. به هر صورت اگر که پیام بفرستید یا دوباره زنگ بزنید سوال سومتون را حقیقتا من فراموش کردم و الا حتما به شما جواب میدادم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز از آلمان بفرمایید. بله بفرمایید صدای شما داره پخش میشه. سلامت باشید بفرمایید. فقط چی داشتم سوال داشتم که یعنی مجموعه فتاوا را میشه جلد 29 صفحه 224 تشریح کنم؟ جلد 29 صفحه 24. موضوع چی است؟ موضوع فکر کنم یعنی در باره چیز کفار هستن. در مورد کفار. چشم. یعنی مشکل است، یعنی اینطوری شما اگر کلمه ای چیزی رو بگید که لااقل ما بتوانیم سرچ بکنیم.
چیش نیستم در یادم نیست همون چیز عربیش کلمه عربیش. موضوع چی است؟ موضوع رو میتونید توضیح بدید؟ موضوع درباره چیز کفار اصلا کفار عربی و اینجا باز فکر کنم که باشه، من سعی میکنم پیدا بکنم اما قول به شما نمیدم، چون اینطوری پیدا کردن مشکل است. ما اینجا مکتب شامل داریم، شما قسمتی از متن عربی رو اگر بخوانید ما سرچ میکنیم پیدا میکنیم، به این شکل پیدا کردنش والله مشکل است. تشکر از شما برادر عزیز. استاد بفرمایید. اگر به فارسی وجود داره همین مجموعه فتاوا؟ فکر نکنم، نه ترجمه نشده تا هنوز. درست است. تشکر. زنده باشید برادر. الله متعال. یک جان وقت خوش. خدا نگهدار شما. السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب بیننده عزیز ما مثل که تلفنشون مشکل داره. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستین؟ ما خوب هستیم، شما خوب هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. من یک توجیک هستم از فدراسیون روسیه به شما بالا برآمدم. بفرمایید. یک سوال داشتم، میخواستم یکم حجرت شما دعا میکنید در حقی ما امروز ما دخترچه دار شدگیم که خدا توفیق بندگی اینو یک فرمون میخواستم شما در حق شده. اوکی بعد الله سبحانه و تعالی دختر شما رو فاطمه موندم. ماشاءالله، بهترین نام، بهترین نام. میخواستم که شما در یک سوال داشتم، بسیار ما در اینجا زندگی میکنیم. بله. میخواستم که در همین خیلی مسلمان ها همکارای داریم که میشه که یک کسال یا بیماری وزنی میشن میگن یاردم تا میکنن، تا حاضر من نکردم. میخواستم که شما میتونیم یاردم کرده همچون. بله باشه چشم، در این مورد هر دو چیز صحبت میکنم انشاءالله. در حق ما و در حق پدر ما دعا کنیم گذشتگی میخواستم در حق اهل و علمو الله متعال احسان کنه. چشم حتما انشاءالله. این آرزوی من بود که با شما سخن کنم. سلام. الله باشه وقتتون. الله متعال احسان کنه. الله متعال احسان کنه. زنده و سلامت باشید. الله متعال دختر شما رو اخلاق و عفت و علم ام المؤمنین عایشه صدیقه و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما نصیب بکنه و دختر صالح بگردانه و نور چشم شما در دنیا و آخرت باشه. و در موردی که همکارانی دارید از غیر مسلمان ها، آیا با اونها کمک بکنید؟ حتما وظیفه هر مسلمان است که چه به انسانی که مسلمان هست، انسان مسلمان این حق او است که شما به او کمک میکنید. یعنی برادر مسلمان شما برگردن شما حق دارد. از جمله حقوقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است، سلامش را جواب میدید، مریض شد به عیادتش میروید، از شما کمک خواست به او کمک میکنید، وقتی که فوت کرد به جنازش میروید و در راه دین او را نصیحت میکنید. حقوق زیادی است که حق دارم. مثلا من محمد انصاری به گردن شما حق دارم، شما به گردن من حق دارید. این حقوقی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث ذکر کرده است، الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده است. این حقوقی است که واجب است این ما به گردن همدیگر این حق را داریم. در اسلام به یک مسلمان در مقابل هر چیز مسئول است و یک سری حقوق متقابل دارد. مسلمان در مقابل حاکم مسئول است. در امور شرعی از حاکم مسلمان، از ولی امر باید اطاعت بکند. حاکم در مقابل رعیتش مسئول است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. همسر شما به گردن شما حق دارد، شما به گردن همسرتان حق دارید. حق شما این است که خدمت شما را بکند،
در خانه شما، در بستر شما بیگانه ای را راه ندهد، در امور خیر شرعی اسلامی از شما اطاعت بکند. وظیفه شما، حقوق شما که همسر شما به گردن شما دارد که او را نفقه بدهید، مسکن بدهید، رفتار خوب بکنید، اخلاق خوب بکنید با او، امور دینش را با او تعلیم بدهید، در راه دین با هم دیگر همکاری بکنید. همچنین اگر در سرزمین مسلمان ها کافری زندگی می کند، به او اهل ذمه میگن. اهل ذمه تقریبا همه حقوق شهروندی یک مسلمان را دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که کسی که اهل ذمه ای را بکشد که در سرزمین اسلامی زندگی می کند، امان داده شده است از طرف حاکم مسلمان ها، بوی بهشت هم به دماغ او نمی رسد. او کما قال صلی الله علیه و سلم. حدیث دقیق لفظ عربیش به یادم نیست. همچنین در مقابل همه انسانیت، بشریت، ما مسئول هستیم و یک سری وظایف مسلمانی داریم، یک سری وظایف انسانی داریم. مثلا الله سبحانه و تعالی در آیات قرآنی در بعضی جا میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. در اینجا این خطاب به مؤمن است، به توی مسلمان مؤمن. امر الله سبحانه و تعالی است یا نهی الله سبحانه و تعالی است. این خطاب به این میگن خطاب‌های خاص برای مؤمنین. یک سری خطاب‌ها در قرآن کریم خطاب‌های عام است. میگه یا ایها الناس، ای انسان ها. در اینجا خطاب یعنی مخصوص مسلمان ها نیست، خطاب بین المللی است. خطاب برای همه انسانیت است. یهودی است، نصرانی است، بت پرست است، مسلمان است، کافر است، چینی است، آمریکایی است، روسی است، تاجیک است، ازبک است، ترک است، عرب است، همه. این خلقناکم من ذکر و انثی. یعنی چی؟ همه شما انسان هستید. حقوق بشر است. پیش از اینکه حقوق بشر در سازمان ملل و فلان اینا در مورد حقوق بشر فکر بکنن، الله متعال در قرآن کریم 1440 سال پیش این آیات را نازل می کند که همه شما انسان هستید و همه شما از یک پدر و مادر، آدم و حوا آفریده شدید. و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. شما را قوم قبیله ساختیم فقط به خاطر که همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. ببینید در مقابل کافر ما خیلی مسئولیت داریم. خیلی مسئولیت داریم. مسئولیت داریم که او را به دین دعوت بکنیم. روش دعوت به دین فرق میکنه. مثلا در یک کشوری است شما می توانید با کمک پولی به طرف خیرات دادن. ببینید یکی از مصارف زکات رو الله سبحانه و تعالی 8 گروه هستن که ما می توانیم به اونها زکات بدیم. یکی از این 8 گروه کیا هستن میدانید؟ مؤلفه القلوب. مؤلفه القلوب کیا هستن؟ کافری که یا ما در بین اونا زندگی میکنیم یا اونا در بین ما زندگی میکنن، ما از این زکات مال مسلمان ها به او میدهیم. به خاطر چی؟ دلش رغبت پیدا بکند به طرف اسلام، تشویق شود به طرف اسلام، قلبش را به دست بیاوریم. بس انسان ها هستن به وسیله پول. مثلا یک قصه رو شنیدم از یک تازه مسلمانی، میگفت به کلیسا رفتم، شانتش رو گم کرده بود، پولش رو گم کرده بود، کیف پولش رو همه چیزش رو گم کرده بود در استانبول، خودش مسیحی. میگه رفتم به کلیسا، رفتم پیش کشیش، گفتم این مشکل برای من پیش آمده، شما به من یک کمکی بکن تا اقل من بتونم تا پول تاکسی به من بده تا سفارت کشورم برم، از اونا طلب کمک بکنم، بگم که من پاسپورتمو گم کردم و خلاصه به من کن. میگه همین رو هم نکردن. بعد از اون میگه همینطوری پریشان کنار یک ساختمانی نشسته بودم، حواسش اصلا نیست که این کنار ساختمان مسجدی است. خلاصه میگه نماز تموم شد و مسلمان ها از مسجد اومدن بیرون. امام مسجد یا کسی از مسجد میبخشید کسی از نمازگزارها که اتفاقا عربم بوده، از عربستان بوده، میگه از من پرسید، سلام داد بهم. میگه سلام داد، میگم که نگاه کردم بهش گفتم که به سال روز شما بخیر. گفت که چرا اینجا نشستی؟ چرا نماز نرفتی؟ میگه گفتم من مسلمان نیستم. گفت چرا پریشانی؟ چه مشکلی داری؟ میگه گفتم که والا کیف پولم، به اصطلاح هر چمدانم، هر چی داشتم گم شده، هیچی ندارم، حتی نمیتونم تماس بگیرم با سفارت کشورم، نمیتونم تاکسی بگیرم برم پیش اونها.
میگه گفت خیر است انشاءالله. میگه اعصابم خورد شد، بابا چه خیر است، همه چیزم گم شده تو میگی خیر است. بعد میگه رفتم به من گفت که تو 1-2 ساعت بعد موقع نماز اینجا بیا تو همین مسجد. میگه این رفت و خلاصه من گفتم با حتما منو سر کار گذاشته رفته دیگه بر نمیگرده. 2 ساعت بعد دوباره اذان دادن و موقع نماز عشا شد و خلاصه من میگم اونجا منتظر نشدم، چاره دیگری هم نداشتم. دیدم که همون طرف اومد، میگه لبخندی زد و خلاصه یک موبایلی دستش بود. گفت من 2 تا موبایل داشتم، این موبایل گرچه مستعمل است اما توش سیم کارت هم هست، فرمتش کردم، این موبایل مال شما، برو زنگ بزن به هر کی میخوای مشکلتو حل کن. بعدش میگه خب موبایل میگه قیمتش زیاد بود، چیز در حدود $1000 قیمتش بود. که تعجب کردم. بعد میگه یک مبلغی رو برام در آورد دستم داد، گفت این مبلغ رو بگیر برو مشکلاتتو حل بکن، با سفارتت میری پاسپورت میگیری، خلاصه هر کاری که میخوای بکنی این رو انجام بده و دیگه الله متعال مشکلات حل بکنه. غیر از این ما چاره دیگری نداریم که کار دیگری برای تو انجام بدیم. میگه خلاصه این طرف الان خودش داره این داستان رو میگه اون نه اسمشو به من گفت، نه خودشو معرفی کرد، نه شماره تلفنی ازش دارم، هیچ. پول بهم کمک کرد، یک موبایلم بهم داد. بعد این طرف میره و خلاصه همه مشکلاتشو حل میکنه. میگه این در دل من میگه یک جرقه ایجاد کرد. کلیسا رفتم، پیش کشیش رفتم، مشکلمو گفتم، گوش نداد، منو بیرون کرد از کلیسا. میگه کسی که نمیشناسمش، همکیشم نیست، همدینم نیست، این کمک رو به من کرد و همین مسئله سبب شد که طرف حدود 6 ماه بعد بیاد دوباره استانبول و در یکی از مساجد استانبول اعلان هدایت بکنه و مسلمان بشه و این داستان رو بیان کرد. من داستان رو یعنی از زبان خودش شنیدم، یعنی واسطه‌ای هم در بین نبود. برادر عزیز، گاهی اوقات کمک شما به اون کافر سبب میشه که مسلمان بشه و این بزرگترین نعمت. رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی میفرماید این یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. ای علی اگر خدا به وسیله تو یک انسانی را هدایت بده از شتران سرخمو برای تو بهتر است. یعنی اگر بخوایم به زبان امروز ترجمه بکنیم میگه که ای برادر تاجیکی، اگر خداوند توسط تو یک مسلمانی رو هدایت بده برای تو از کارخانه مرسدس بنز بهتر است. اینطوری میشه ترجمهش کرد. پس مسلمان تا جایی که میتونه به یک کافر محتاج باشه کمک بکنه، ازش دستگیری بکنه. اینها رو به عنوان یک وظیفه شرعی و حقوقی که برگردنش داره نه، به عنوان این حقوق رو که یک مسلمان بر مسلمان داره، اما به عنوان یک انسان که شما میخواهید او رو از آتش جهنم نجات بدید، به عنوان یک انسانی که میخواهید شما او رو به راه راست هدایت بکنید. هر کمکی که از دست شما برمیاد دریغ نکنید، شاید که این سبب هدایتش بشه. و این خیلی مهم هست. بعضی هستن که من مسلمانم اینا کافرن، کأنه که خودش در مقابل اونها عبوسن قمطری را میگیره. نه اینطوری نیست. شما به وسیله اخلاقتون باید اونا رو مسلمان بکنید. شما به وسیله کمکتون، دستگیریتون از او باید مسلمانش بکنید. اینها مسائلی است که سبب میشه که دل اونها به طرف اسلام گرویده بشه. اینا خیلی مسائل مهمی است که باید ما به عنوان یک مسلمان در زندگی خود در نظر بگیریم. بعضی سالها میرن در کشورهای کفار زندگی میکنن. چیکار کردی در اونجا؟ والله کار کردم، پول پیدا کردم. خب اما بعد هیچ. کسی که هدایت نشده به دستش هیچی، فرزندان خودش هم گمراه شده، اهل و عیال خودش هم گمراه شده و این مصیبت هست. شمایی که در رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که زندگی کردن در بلاد کفار جایز نیست مگر که انسان به خاطر 3 هدف رفته باشه: به خاطر دعوت، به خاطر تجارت یا به خاطر علاج.
و امروز شما نیت هر مسلمان در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم، هر مسلمانی که در بلاد کفار زندگی میکنه باید نیتش دعوت باشه. درست است، میدانیم امروز در مملکت شما مشکلات هست، سختی ها هست، بعضیا به خاطر دین هجرت کردن، اما به خاطر دین هجرت کردی، اونجا رفتی، تو دینتو حفظ کردی، همسر دینشو حفظ کرد، اما فرزندان دینشون چطور میشه؟ در کشورهای مثل آلمان مثلا اجباری است که دختر جوان با بچه جوان باید داخل یک استخر را بازی بکنن، شنا بکنن. مسائل جنسی آزادانه برای کودکان در مدارس تدریس میشه به شیوه زشتی که اونا تدریس میکنن. نسل شما دینش رو حفظ کرد، نسل بعدی چی؟ نسل بعد از آن چی؟ و این مسئولیت است. هم باید قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهل خودتون رو، فرزندان خودتون رو، کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته، هر کدام شما مسئولین در مقابل زنتون، فرزندانتون، در مقابل نسلتون. بعضیش خب ما فکر میکنه که خودش نمازخوان بود و مسلمان بود، خلاص نوش اگر کافر بود، نه پرسان میشه از تو پایه این کار رو گذاشتی، تو اونا رو بردی در بلاد کفر، تو نطفه رو در اونجا گذاشتی، تو سبب شدی که در اونجا اینا برن زندگی بکنن. به خاطر این انسان باید برای فرزندانش، برای نوه‌هاش مکانی که در آنجا بتانن دینشان را حفظ بکنن. فردا اگر که 10 پشت بعدش هم در اونجا اگر کافر بشه، مرتد بشه، فاسق و فاجر بشه، کسی که روز اول رفته در بلاد کفر ساکن شده مسئول است در پیش الله سبحانه و تعالی. پس هدفتان باید دعوت باشه و یکی از اسالیب دعوت این است که بحث بکنید با او، جدال بالتی احسن بکنید، دلایل عقلی برای او بیارید، کمکش بکنید، دستگیریش بکنید، مریض شد عیادتش بکنید، به خاطری که دلش به طرف اسلام گرویده شود. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. اما در مورد جلد 29 صفحه 24 حقیقتا مشکل است برادر پیدا کردنش. من الان جلوی من هست و پیدا کردن این خیلی مشکل است و شما یک متنی رو اگر که برای ما بفرستید بر اساس شاید بتوانیم موضوعی رو که از مجموع فتاوا میخواهید سرچ بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم. بفرمایید. حضرت معاویه در دوران زنده بودنشان آیا با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت محمد رو دیده بودن یا که نه؟ بله دیده بودن بله. بعد از سر پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از خلفای راشدین یعنی که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اختلافایی که به وجود آمد، یعنی که بعد از سر قدرت آمدن حضرت حسین رضی الله عنه، چگونه شد که حضرت معاویه اجازه داد که حضرت امام حسین به شهادت رسد؟ آیا این را حضرت حسین وقتی به شهادت رسیده بود، حضرت معاویه فوت کرده بود، خیلی وقت پیش، چند سال پیش فوت کرده بود. حضرت معاویه فوت کرده بود؟ حضرت معاویه فوت کرده بود بله. پسرش یزید حاکم بود. آها، در دوران حضرت یزید در دوران یزید امام حسین به شهادت رسید و یزید امام حسین رو نکشت. یعنی یزید در دمشق خلیفه بود، یکی از والیانش در کوفه به نام عبدالله ابن زیاد، او در کشتن امام حسین دست داشت و کسی هم که امام حسین رو سرش از تنش جدا کرد، شمر ابن ذوالجوشن که میگن، یکی از سربازان لشکر حضرت علی بود که بعداً که حضرت علی مخالفت کرد، از حضرت علی جدا شد و رفت جزء به اصطلاح مخالفین حضرت علی گشت. من میخواستم یک چیز دیگر رو از شما بدانم. بفرمایید. آیا حضرت معاویه بعد از سر خود، یعنی که فرزند خود رو به سر قدرت گذاشت یا اینی که این یک شورا تشکیل شده بود؟ نه بله این کار رو کرد. یعنی که اجازه داد که فرزندش سر قدرت بیاید؟ بله. درسته.
سلامت باشید. سلامت باشید برادر شما. درمان خدا باشه. خوب خدا حافظ شما. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. یک سوال داشتم از شما پرسیم، گفتیم بفرمایید. قرآن با ترجمه کریمی وقتی که ما عربی نمیتونیم خونده ثواب مرتبه چه؟ وقتی که یعنی با خط روسی اگر خوانده میتونید ترجمه قرآن رو بخوانید، سعی کنید تا حد توانتان میتوانید قرآن رو یاد بگیرید با خط عربی. اگر نمیتوانید خداوند از شما پرسان نمی کند الا به اندازه استطاعتتان. زنده باشید. شما من نگهبان باشد. سلامت باشید برادر عزیز. بله بینندگان گرامی، ما حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً صدای ما را از طریق گوشی تلفن بشنون. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم سلام گرامی، خدا قوت خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد عزیز، از ما یکی تو سوال داشتم از حضور شما. اولین سوالم است که برای ما مسلمانان خصوصا اهل سنت و جماعت چه اتفاق افتاده که متاسفانه اینقدر از دین خود بیخبریم؟ نمی‌فهمم. از من از اول برنامه شما رو دنبال میکنم و تماشا میکنم، متاسفانه با از تاسف اکثر دوستای ما همین مسلمانان اهل سنت که تماس میگیرن با برنامه شما، همش درباره میگن که امام حسین اتفاق افتاد، امام حسین اینطوری شده، امام حسین یزید این کار کرد، معاویه این کار کرد. ما موندم آیا برای ما مسلمان‌ها کشتن اونا، شهید شدن امام حسین برای دین ما چیزی تاثیر میذاره؟ و دین ما منظورم است که یعنی اونا که به رحمت خدا رفتن، اگه حالا معاویه شخص خوب بود یا شخص بدی بوده، اجر و پاداش از خدا میگیره، امام حسین هم همچنین. چرا ما انسان انقدر دین خود دور شدیم که متاسفانه از دین خود هیچ اطلاعی نداریم؟ فقط سوال ما است که یزید آدم خوب بود یا بدی بود؟ اگه خوب و بدی بود نزد خداست، خدا خودش بهتر میفهمه. ما مسلمان‌ها باید بیشتر بفهمیم که چیکار بکنیم برای دنیا، برای آخرت خود چه کاری انجام بدیم. متاسفانه ما بعض پوزش که میگم متاسفانه از دین خود اطلاع نداریم، یه جوری داریم علنا کمک میکنیم به اهل تشیع، به خصوصا رافضیگریشون، رافضه‌هاشون، یعنی این مورد پرستی رو ما میجوری نبینن. خیلی از علمای اهل تسنن رو میبینن که اصلا در کشورهای دیگه کلیپ‌های پاکستانی نگاه میکنن که میاد چنان طرفداری میکنن، میگن نمیفهم که کسایی که یزید و مسلمان بگه کافر و نمیفهم، یک کلیپ‌های که آدم صفحه اجتماعی میبینه واقعا جای تاسف داره. چه یعنی منظورم است که چه چیزی به دین ما چه کاری میشه انجام، چه تأثیری داره؟ حالا معاویه آدم خوب باشه یا بدی باشه، قطعا یار پیامبر بوده، فامیل پیامبر، قطعا آدم خوبی هم. اگر هم باید وارد بهشت و جهنم بکنه خدا میکنه، دست ما انسانا که نیست. ما هم چسبیدیم که نمیفهم یزید این کار کرد، امام حسین همه رفتن به رحمت خدا رفتن و دین ما آمده که شما میگه عزاداری پس از 3 روز برای ما حرامه. حالا این درسته، آدمای بزرگ بودن، علمای دین بودن، امام حسین نبی پیامبر احترام داریم، احترام واجبه برای ما. اما این که ما بیایم نمیفهم طرفداری بکنیم که چون اینطوری شد، آقا 1400 سال پیش هر اتفاق افتاد، تو الان باید چیکار کنی؟ خودش حل نماز نیست، نماز نمیخونه، اومده میگه که نمیفهم کسی که امام حسین کشت جهنمی است، هر کس او رو به مسلمان بگه کافره. خب تو خودت چیکار کنی؟ تو نماز خودت الان نمیخونی، درسته؟ پایبند به نماز خودت نیستی، می تایید میکنی که نمیفهم یزید این کار کرد، یزید اون کار کرد. بعد یک سوال می بود، یک سوال دیگه هم است که برنامه شما قبلا در شبکه وسایل حق بود، برنامه جذابتری بود که حداقل مناظرات داشتیم. مناظرات خیلی متاسفانه کمی از شما میبینیم در حال، یعنی مناظرات یعنی گذاشتین کنار یا ادامه داره؟ نه ببینید برنامه آن روز سکه هست، روزهای سه‌شنبه همان ساعت در شبکه نور، همینجا در یوتیوب ندا پخش میشه و هم در شبکه نور، همون روش برنامه سابق هست. منتها شیعه نمیان با ما حریف بشن دیگه، تقصیر من نیست. متاسفانه به این برنامه تیک تاک هست، خیلی
که هست نادان هم از خیلی جاهل، یک جراب نفهم فک فامیل خود به سر کله خود کشیده، خیلی توهینای علنی میکنه به صحابه و آخرش هم بعد نوذ بالله از علی خدا جور کرده. خیلی متاسفانه مع التسنن هم که میرن اونجا علمی ندارن، اطلاعی ندارن از دین خودشون، یک جوابی همونطور لینک در هوایی برایشون میده متاسفانه، ولی اینا فکر میکنن که واقعا این طرف عالمه. یک جوانه که هیچ از دین هم سر در نمیاره متاسفانه، با از پوزش خیلی از مردم بینندم داره، خیلی میینو که برایش کامنتای متاسفانه بیشترشون خود از تشیع حمایت میکنن به یک نوی. دقیقاً که مثلا برنامه دعوتی اهل سنت که یک نمینو یک کامنت خوب زیرش اگه خدا قوت نمیده، با از پوزش که متاسفانه چیزی که آدم میبینه دردناک متاسفانه. الله المستعان. خوب و خوش باشید. تشکر بابت زحماتی که میشه، ان شاء الله اجر و پاداش از خداوند دریافت کنید. تشکر از شما. سلامت باشید. من دقیقاً با شما برادر عزیز موافقم. در مورد قبلا در هفته گذشته صحبت کردم، هفته قبل از اون که برنامه داشتم گفتیم الله سبحانه تلك امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. این امتی بود که گذشت، هر چه کردن برای خودشان کردن، از شما پرسان نمی کنن که اونها چه کردن، از شما میپرسن که شما چی کردید. به خاطر همین گشتم به دنبال این مسائل که والا یزید چی کار کرد و معاویه چی کار کرد و حسن چی کار کرد، حسین چی کار کرد. هر چه کردن گذشتن رفتن. در قبر، در آخرت، در حساب و کتاب از من و شما نمیپرسن که اونا چی کار کردن، میپرسن خودت چه کار کردی. کل نفس بما کسبت رهین. شما در گرو اعمالی هستین که خودتان انجام دادین. نه خوبیای اونها به درد شما میخوره، نه بدیاشون به شما ضرر میرسانه. شما هستید و اعمال خودتان. سوال کارگردان گرامیمون به یادش اومد، سوال بیننده عزیزی که در مورد اینکه حضرت علی افضل‌تر از اعلم‌تر از بقیه صحابه بودن. ببینید ما روایت‌های زیادی داریم در کتب شیعه، در کتب اهل سنت هم هست که صحابه با حضرت علی مشوره می‌کردند. صحابه حضرت عمر خاصتاً، یعنی مشاور ارشدشون حضرت علی بود. نهج البلاغه پر است از روایت‌هایی که در جنگ فارس، در جنگ روم، در خیلی از مواضع مختلف حضرت عمر با حضرت علی مشوره میکرد، از ایشون رأی و نظر میخواست. حتی قول مشهوری که لولا علی لحلک العمر، اگر که علی نمی بود عمر هلاک میشد، این هم در کتب ما هست، هم در کتب شیعه هست. خب این دلیلی است بر علیه خود شیعه. بعضیا میگن طرف اومد بر علیه خودش دعوا باز کرده در محکمه، در دادگاه به اصطلاح. اینا اینطوری است. شیعه که این مطلب رو بیان میکنن که علی اعلم تر بوده و صحابه خلفای راشدین با حضرت علی مشوره میکردن، خب این دلیل میشه که پس در بین اونها دشمنی و عداوت نبوده. اگر علی با اونها مشوره میداده، یعنی به قول شیعه با حکام ظالم و جائر و غاصب و منافق و خائن مشوره میداده، خب این بزرگترین خیانت به اسلام میکرده. این که دیگه بر علیه خود حضرت علی میشه. وانگهی این که صحابه، من یک مطلب زیبایی رو یک روزی با یکی از دوستان در مورد صحبت کردم. گفتم ببینید هر کدام از صحابه جایگاه خاص خودشون رو دارن. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که والا این فلانی خلاص برتر از همه صحابه است در همه موارد. نه، هر کدومشون جایگاه خاص خودشون دارن. مثلا من این مثال زدم، حضرت ابو هریره بیش از 5000 حدیث روایت کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت خالد ابن ولید یک حدیث هم روایت نکرده. من تا جایی که من اطلاع دادم من ندیدم. شاید هم حدیث وجود داشته باشه، اما در صحیحین، در کتب صحیح، حدیث صحیح تا حالا من ندیدم. آیا این تن در حضرت خالد ابن ولید است؟ نه. فتوحاتی رو که خالد ابن ولید کرده شاید حضرت معاویه حضرت ابو هریره در خوابم نمیدیده. شاید هم شمشیر حضرت خالد رو به دست حضرت معاویه بدید نتونه بلندش بکنه. آیا این تن در حضرت ابو هریره است؟ نیست. ابو هریره حدیث حفظ کرد، خالد ابن ولید فتح کرد، جهاد کرد. حسان ابن ثابت، رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقتی که یهود اومدن بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم، مشرکین شعر گفتن و خلاصه پیامبر رو در شعر چیز کردن، کلمات زشت در مقابل پیامبر به کار بردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم به حسان ابن ثابت گفتن بلند شوی حسان، جوابشان بده که
روح القدس یعنی جبرئیل از بالای 7 آسمان تو را تایید می کند. این رو به هیچ کس نگفتن، به حسان ابن ثابت گفتن، شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که جبرئیل تو رو داره تایید میکنه، بلند شو جوابشون رو بده. اما همین حسان ابن ثابت در یکی از برج‌هایی که زنها در اونجا پناه برده بودن در غزوه احزاب، یک یهودی وقتی دید که مسلمان‌ها مشغولن گفت بیا اینجا، اهل غدر و خیانتن یهود، و بیا اینا رو اسیر بگیرم. شمشیرش رو در آورد و خلاصه اومد زیر برج. عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین زنها بود در اونجا، شمشیر رو داد به دست حسان، گفت برو این رو بزن. حسان جرأت نکرد تا اینکه صفیه رضی الله تعالی عنها خودش از برج اومد پایین، گردن یهودی رو زد و سرش رو از تنش جدا کرد و از بالای برج انداخت پایین. بقیه یهودا ترسیدن و فرار کردن، قوم ترسو و بزدل. آیا این ترسویی به اصطلاح حضرت حسان بن ثابت تن در او است؟ نیست. او در شعر و در ادبیات و در دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم سرآمد بود، صفت ویژه خود. حضرت علی ام جز اهل بیت است، ام جز خلفای راشدین است، از خردسالی در خانه پیامبر بزرگ شده. در خیلی از موارد، شاید در خیلی از موارد اعلمتر از ابوبکر و عمر باشه، اعلمتر باشه در بعضی از موارد، اما فضیلت چیز دیگری است. وقتی ما میگیم ابوبکر افضل صحابه است، بعد از او عمر است، بعد از او عثمان است، بعد از او علی است، این به این معنی نیست که تن در دیگران باشه. این روافض مریضن، فکر میکنن والله اگر فلانی اعلم باشه، افضل باشه، پس اعلم تر از او اعلمم هست، مجاهدترم هست، نمیدونم فلان تر. نه، اینطوری نیست. افضل صحابه ابوبکر است، اما افضل ترین صحابه در میدان جهاد خالد بن ولید است، نعمان بن بشیر است و خیلی از صحابه دیگه، ابو عبیده بن جراح است. حالا بیا سر علم. آیا از نگاه علم علی اعلم صحابه بود؟ نبود. همینم نبود. حالا در یک موردی مثلا علم داشت، صحابه از علمش استفاده کردن، دلیل نمیشه که اینو در کل موارد ما بر او قیاس بکنیم. بریم سراغ یکی از کتابای خودشون. ما از کتابای خودمون نمیاریم که بعد نگن که والله اینا رفتن از کتابای خودشون بر علیه حضرت علی تن وارد کردن. این کتاب خودشون هست، دوستانشون بدن. الاستبصار، شیخ طوسیشون، یکی از استوانه های دینی این هاست. در کتاب الاستبصار باب حکم مزی، حدیث شماره 1 2 در اینجا خدمت شما عزیزان من این رو بزرگ میکنم. میگه که ان علی کان رجلا مزاء، حضرت علی کسی بود که دچار مزی میشد. مزی غیر از منی است، یعنی کسی که اگر به اصطلاح لمس بکنه همسرشو، ببوسه همسرشو، یک مایع لزجی غیر منی از بدنش خارج میشه، بهش میگن مزی. یا قبل از همبستری این خارج میشه از انسان، بهش میگن مزی. این غیر منی است. منی حکمش فرق میکنه با حکم مزی. علی میگه کسی بود که دچار این مزی میشد. فاستحی ان يسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم لمكان فاطمه رضی الله عنها فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له النبي صلی الله علیه و سلم ليس بشيء. حضرت علی حکم مزی را نمیدانست، از بس که غسل کرده بود، هر بار که دچار مزی میشد میرفت غسل میکرد. میگن این پشتش چیز ترک برداشته بود، پوستش در هوای سرد مثلا رفته چیز کرده بود. بعد به خاطر اینکه فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، خجالت کشید که بر از پیامبر بپرسه. مقداد فرستاد که بر از پیامبر بپرسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لیس بشه، چیزی نیست، یعنی غسل بر تو واجب نمیشه. خب الان مثلا یک سنی بلند شه بگه ببینید این حضرت علی حکم مزی رو بلد نبوده، این حضرت، نه اینطوری نیست. بلد نبوده که نبوده، انسان است. حضرت علی 24 ساعت در کنار پیامبر نبوده که همه چیز رو بدانه. وانگهی ما بیایم واقع‌گرا باشیم.
حضرت ابوبکر در بدترین شرایط، مرتدین از یک طرف، یهود از یک طرف، مشرکین از دیگه طرف، جزیره العرب در یک حالت ملتهب آشفته، همه مانند گرگ‌های گرسنه در پی این بودن که اسلام رو تیکه پاره بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت میکنه، حضرت ابوبکر قدرت رو به دست میگیره، مشرکین رو سرکوب میکنه، فارس ها رو سرکوب میکنه، رومی ها رو سرکوب میکنه، با مرتدین میجنگه، با مانعین زکات میجنگه، اسلام رو گسترش میده و همه مخالفین رو سرکوب میکنه. بعد از اون حضرت عمر قدرت رو میگیره، اسلام به ایران میرسه، به روم میرسه، به افغانستان میرسه، سرزمین های بزرگی فتح میشه. بعد از اون عثمان رضی الله تعالی عنه حاکم میشه، شام تا مصر تا اون مناطق به دست مسلمان ها فتح میشه. اما حضرت علی قدرت رو به دست گرفت، چیکار کرد؟ در طول خلافت حضرت علی کجا رو فتح کرد؟ کدام فتنه ای رو سرکوب کرد؟ کدام یک وجبی رو نشان بدید که یک سرزمینی در زمان حضرت علی فتح شده باشه؟ جنگ با مسلمان ها، همه جنگ با حضرت عایشه بود، جنگ با حضرت معاویه بود، نمیدونم جنگ با خوارج بود، جنگ با طرفداران خودش بود. تعدادی از طرفداران حضرت علی جدا شدن، رفتن در نهروان جمع شدن، بر علیه حضرت علی شروع کردن به توطئه. حضرت علی دوباره با اونها جنگید، 3-4 هزار نفر از اونها رو کشت. اگر ما بخوایم بر اساس منطق شیعه صحبت بکنیم، میتونیم این حرفا رو بزنیم. حضرت علی میتونیم بگیم بر اساس منطق شیعه، اگر ما بخوایم، حضرت علی سیاستمدار نبود، به خاطر همین حکومتش شکست خورده بود، نتونست حکومت بکنه. حضرت علی حکیم نبود، حضرت علی شجاع نبود، حضرت علی نمیدونم فلان نبود. اگر خدای نکرده ما بخوایم بر اساس منطق شیعه بخوایم صحبت بکنیم، در طول خلافت حضرت علی چیکار کرد؟ غیر جنگ داخلی کار دیگری نتونست بکنه. میتونن بگن که بله در زمان حضرت علی همه مخالفین در زمان حضرت ابوبکر هم 4 دور مدینه همه جمع شده بودن، گفتم مثل گرگ‌های گرسنه منتظر بودن که اسلام رو تیکه پاره بکنن. اما حضرت ابوبکر تونست از اصحاب همه رو کف دستش بده، حضرت عمر تونست، حضرت عثمان تونست، چرا حضرت علی نتونست؟ اما ما برای اساس این منطق صحبت نمی کنیم، ما این چیزا رو نمیگیم. ببین یک سری مسائلی بوده تاریخی است، گذشته، در بین صحابه همه بشر بودن، انسان بودن، چشمی داشتن با هم دیگه، حسادت داشتن نسبت به هم دیگه، قدرت رو دوست داشتن، بله دوست داشتن. آیا حضرت علی میخواست خلیفه بشه؟ بله میخواست خلیفه بشه. بقیه صحابه هم اینطور، سعد بن عباده میخواست خلیفه بشه، حتی قهر کرد رفت در شام بعد از اینکه حضرت ابوبکر خلیفه شد. اما این که همدیگه رو تکفیر بکنن، با همدیگه بجنگن بر سر این مسائل، نه اینطوری نبوده. بله گروهایی بودن در بین صحابه سعی کردن اینا رو به جان همدیگه بندازن. حضرت علی با حضرت معاویه هیچ وقت جنگشون سر دین نبوده، سر کافر و مسلمانی نبوده، سر اینکه این کافر است، این مرتد است، این منافق است نبوده. سوء تفاهم‌هایی بوده. مثلا ما میتونیم اهل سنت بگیم حضرت علی خلیفه شد، حضرت معاویه گفت که بیا قاتلین عثمان رو محاکمه بکن، اعدام بکن تا این قائله خاموش بشه و من با تو بیعت میکنم. حضرت علی گفت نه این کارو نمیکنم، الان وقتش نیست. چی شد؟ همونایی که در قتل حضرت عثمان دست داشتن بر علیه حضرت علی قیام کردن. حضرت علی در نهروان مجبور شد که بیش از 4,500 اونها رو از دم تیغ بگذرانه. بعدش هم به دست یکی از طرفداران خودش که ابن ملجم مگه کی بود؟ یکی از سپاهیان حضرت علی بود، در لشکر حضرت علی بود. ابن ملجم اومد چیکار کرد؟ حضرت علی رو کشت. بعد از اون شمر بن ذوالجوشن که قاتل امام حسین است، کسی بود که در لشکر حضرت علی بود، در جنگ که با ام المؤمنین، در جنگ جمل، در جنگ صفین با حضرت علی بود. فکر کنم در جنگ صفین جدا شد حضرت علی بعد از حکمیت. بله بعد از حکمیت جدا شد. همین شمر بن ذوالجوشن که یار حضرت علی بود، بعداً رفت در کربلا امام حسین رو کشت. وانگهی اگر معاویه اینقدر شخصیت بدی بود که شیعه به تصویر میکشه، امام حسن چرا خلافت مسلمان ها رو به او واگذار کرد؟ چرا استعفا داد؟ 70,000 نفر سرباز آماده در کوفه بود. بعد از شهادت حضرت علی، حضرت حسن رفت به معاویه گفت معاویه بیا پسرعموی عزیزم، این لشکر مال تو، این خلافت مال تو، این اتفاقنامه رو بنویس، امضا بکن که بعد از تو من باید خلیفه بشم. خب حضرت معاویه و حضرت حسن اتفاق کردن، تموم شد رفت. در اینجا
آیا حضرت حسن خبر نداشت که معاویه میاد پسرش رو جانشین میکنه؟ اگر بگن خبر نداشت، خب علم غیب امام رو زیر سوال بردن، امامت خودشون زیر سوال میره. اگر علم غیب داشت و معاویه اینطوری فریبش داد، پس امامی که اینطوری فریب بخوره به درد امامت نمیخوره. اینا خیلی سوالایی است که ما میتونیم چیز بکنیم، اما ما عقلمون، ادبمون این اجازه نمیده که ما این مسائل رو بیایم هر روز در تلویزیونامون، در کتابامون، در برنامه‌مون اینا رو ایراد بکنیم، الا در جایی که بخوایم که به خاطر قانع کردن طرف این گونه دلایل عقلی و منطقی رو بیان بکنیم. به خاطر همین به دنبال این مسائل تاریخی نگردید. تلک امتون قد خلت، تموم رفتن، اینا رفتن، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. هر کاری کردن برای خودشون کردن، شما هر کاری کنید برای خودتون میکنید. ولا تسالون اما كانوا يعملون، از شما نمیپرسن که اونا چی کار میکردن. پس این که حضرت علی در جای فهمیده بود، عالمتر بود، دلیل نمیشه که بقیه جاهل، احمق یا نادان بودن. و این که مثلا خالد بن ولید شجاع بود، جهاد کرد، فتوحات انجام داد، دلیل نمیشه که بقیه صحابه ترسو و بزدل بودن. هر کدام اینها در جایگاه خود خدمت کردن. خدماتی که حضرت علی کرد، خدماتی که حضرت عثمان کرد، خدماتی که حضرت عمر کرد، هر کدام اینا جایگاه ویژه خودشان را دارد. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني